اوه ماهیشه بیچارده من سلام داداش و علیکم السلام چه ماهیشه بیچارده من شما نقص ها رحمت سلامتی ها کرو چه خیلی کرو کرو منه همه حجت های لازمی چه کرده اساسش میدونه چی جونکم این حولی نو به نام خدا کرد وای ممنونم داداش خیلی من از شما مینت دار خیلی من خورسند واه چی گفت خورسند با زادروز نه داداش مهمون آمدگی بود خواهرم اومدن خواهر چون هر وقته خواهرکان رو اپا و بر اپا خواهر عزیز است وای بعد از خواهرم دو سه مرد شما رو پرسیدم نمیدونم قرضدار گفتن شما از چی؟ قرضدار گفتن شما از ویو سرنکی ساده او آدمی قرضدار دو سه حولی دو سه خانه سه چهار ماشین میگیرد و قرضای منه باور نکن آمد گون نمیدونم و قرضای همون خدا رحمتی پدرم 10 سال 8 سال 15 سال پیش من نمیدونم برای چی گرفتگی در این باره گپ نزن خیلی سلیمان جان سلیمان جان باز من صحبت شدم در کار است چوی در کار نیست سلیمان در کار نیست برای من فقط بدون چی لازم چیکار کنم داداش بعد قدر دواده و استراحت یک هفته شد تو مرا همجا آوردگی فهمیدی آواز سلیمان جان نبراید تا سحر استراحت میکنم مانده شدم تا سحر فهمیدم شب بخیر شب بخیر تو کستی؟ پدرت کی؟ پدرم پدری من مردن شد 7-8 سال شد 7-8 سال شد که من پرسیده شدم قرض دارم قرض کی میتهی؟ قرض چی؟ قرض خانه قرض ماشین قرض تو کدوم چه خانه؟ گفته که من خانه داشله گرفته تید جروهای من همش داشله خانه دارن من تو با داشله قرض و قوالا کردم خشو تبارا عظمه خاله تاقا قرض ماشین جروهای من ماشین قیمت بها دارن 75,000 به من تو با ماشین گرفته دادم قرض و قوالا کردم میتیم حالا هم قرضش ندادم میتیم من میتیم گفتی پدر جان من کدام قرض توی چی؟ 15,000 دلار به من توی کردم جروهای من همه شد 3 روزی 4 روزی توی دادم گفتم من همه که تنظیم نشدست تو فهمیدم کی میکردی قرض من میکنم قرضایت کن در زندگی خدمت کردی اکلم قرضایت کن خوب شده که من آرام خواب روم خوب شده است میکنم منم داداش جونش چی شد شما داداش نترسونید منو داداش چی شد آخه من هیچی نشده نه سویدقه نکن پدرم اومده بود آروم شوید پدر شما باز مردن شما باز 8 سال شد میدونم 7-8 سال شد میدونم و برای چی اومد؟ میدونی چی گفت؟ گفت که برای قرض اومدم قرض حولی قرضی ماشین قرضی توی من و تو آروم شو داداش گوش داد پدر شما 8 سال پیش وفات کردگی دوم اینکه منو گوش کنید در قیامت پدر پسر رو نمیشناسد مادر دخترش رو هیچ کس رو نمیشناسد راست؟ ها دیگه آروم شوید داداش خوب کنید به تشویشی هیچ کس رو نمیشناسد گفتم کو آروم شوید توبه کردم مردک نادان نه هوای خونه رو به نام خود کردنی من نمیگذارم چی گفتی زنک؟ هیچ چیز آرام خوب کن در حقیقت در اون دنیا یگان کس نمیشناسد من یگان قرض پرز نمیتیم آرام خواه میروم بهتره پدر جو پدر جو قرضارم میکنم